خب گایز چطور بچسبونید خیلی خوش اومدیم به جدید. آقا امروز اومدیم بریم تمام وسایلی که من تو کالاف دارم و استفاده کنیم، مثل اون جعبه ها، مثل بعضی از جعبه خودم هم نمیدونم چی همجوری گرفتم چون اکانتم پرید، مجبور شدم دوباره از اول بازی کنم. آره بچه بریم که سراغ ویدیو. قبل لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، زنگ کنجا رو قرابتی که هر وقت ویدیو کردم زود باقی بشه. خیلی ستارم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. من خواستم تصویرمو بیارم، یعنی خواستم تصویرمو کامل بیارم ولی خب ویدیو قطع میشد، نمیتونستم بیارم. الان همینجوری که میبینید کلا بازی من لگه چون گوشی مناسب کالاف نیست. من برای شما میذارم دیگه، مناسب سرم نمیشه. آقا بریم اول با این کارتا. بچه من همیشه دوست دارم گردون اینو میزنم همیشه. نه این نه، ببخشید این نه، برو پایین 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 پایین. اینو کدوم بیشتره؟ 2 4 6 8 10 12. خب حالا مال اینو ببینیم. 2 4 6 8 10 12 13. من میگم همین رو بزنیم آقا. ببینم کدوم جت پکش خوشگل تره. بلش کن هرچی خدا بخواد دیگه. میزنیم که بهمون جت پک رو بده. من یه دونه جت پک ندارم. کن ناموسم بده دیگه. ناموسم چه تیکی کلا میگفتم. ببین ناموسم بده. اینو بهمون داد به جایش 80 تا پول داد. کاتاناشو داد که دوست نداشتم. آقا این کارتامون تموم شد. بریم دوباره همینجا رو بزنیم جعبه. این ببینیم اینجا بهمون چی میده. خب بچه ها ببینید ما الان اینجا چند جعبه داریم. یه جعبه داریم که فکر کنم رنگ ها رو بهمون میده. این رنگ ها چیه؟ از همونا بهمون میده. این جعبه است. یه جعبه دیگه هم داریم بچه ها بهمون رنگ میده ولی موتور آتیشی. یه دونه جعبه دیگه داریم بچه ها که بهمون پازل بده چه بهتر. یه جعبه دیگه داریم آقا بهمون تفنگ میده. یه جعبه دیگه هم داریم بهمون اسکیم میده. خب اول با آتیشیه رو میشیم. بچه حتما این ویدیو لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. از زمین که میشه بزن رو اول قرار دیگه وقتی دیگه کردن زود بخبر بشی. آقا نمیاد چه. خب بچه اومد من چند تا زده بودم از قبل. دعا میکنم بچه ها، دعا میکنم که یا اینو به من یا اینو به من بده. اینو خیلی من دوست دارم. عاشقشم گسترش دادم. یا اینو به من بده. حالا بریم من 18 تاشم میزنم میخونم دیگه. اگه مثلا یکی 117 رو بده. خب کی ایس 9 داد. ببینم یکی 117 نداد. نه نداد بچه. چقدر رنگ آتیشی بچه داشتم داره چیز میده. ولش کن آقا. اینا رو هم گرفتیم. حالا بریم سراغ جعبه تفنگ. همین رو تفنگ میزنی بعد بهمون میده تفنگ رو. تفنگ خفن نیست. آقا بذاریم روی بهمون چیزا نداد. بریم سراغ این. یه دونه دارم بچه ازش ببینیم چی میده بهمون. بچه اگر میخواید مثلا توش مثلا چیزا خوب به دست بیارید اینو میبینید. من الان گوشیمو برعکس کردم چون که باید اینو بهتون نشون بدم. اینو میبینید این تیکه رو فعال کنید. مثلا نه کنید یه 2 تا بزنید روش باگ بخوره
همین که تیکه رو فعال کردید خودشون اتومات براتون میزنه. ما کنید دوباره من یه دونه از این جواد رو بریم این جبه رو یه دونه بزنیم. خب اینم زدیم. سراغ اسکین بریم بچه ها. نگاه کنید اسکینش اینه. نگاه کنید بذار باز شه. چیز خاصی نداره این گردونه. تنها چیز خوبش همین اسکینشه بچه. بزنیم دیگه. نمیده مطمئنم. دیدین گفتم نمیده. این معرفت نداره بچه. خب خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو با هم بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. زنگ و کنارش رو قرار بدید که هر وقت ویدیو آپلود کردم زود با خبر شید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با هم بودی. اگه از این ویدیو اینجور ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کامنت سابسکرایب نشه زنگ کنارش رو آل قرار بدید که هر وقت ویدیو آپلود کردم زود با خبر شید. خیلی دوست دارم. تا ویدیو بعدی بدرود.